سلام علیکم برادران عزیز. عین ما در یک مدیگر قرار داریم. چیزی که در اینجا می‌بینید برادران عزیز این هنر رنگ زدگی است، یعنی ایموسی زدگی است. و ما چیکار می‌کنیم؟ و ما باید که این رنگ رو گیریم. چی طوری تنها شما با دقت گوش کنید، توجه کنید. و ما ولی کار می‌کنیم در کنار دیوار همین دیوار کار می‌کنیم که همین رنگ گرفتنش آسان شود. وقتی کار کردیم دیوار ملایم میشه. میشه میتوشیم این رنگ را همین رنگ رو خودش خستان می‌گیره. وقتی خست میتونی که با همش هم می‌تونی دو بار آب بشکی انجام داری و ملایم کشید میشه. بعد رنگ خوری می‌کنه و عملاً میشود. و میتونی که ایولی گروتوفکا بزنی این دیوارا با گشتارکش پاکلوفکا بزنی بعد آبوی می‌کشی. ایولی کشیدن آبوی ممکن نیست. وقتی کشیدی می‌خیزه.
سلام علیکم برادران اهل اسلام. چخله که در اینجا میبینید یعنی خونه را ما ابوی بود کردیم و سرشوی کاری ما یعنی بناور گفته بودیم که خونه یعنی رنگ خالی بود. ما رنگ رو گرفتیم و در جای رنگ شپاکیلوفکا کردیم. بعد از اون ابوی رو یعنی سخت کردیم و چخله که میبینید خونه هم نام قدر خونه کلان است. 6 با 2.5 میباشد. در مدت کوتاه خونه رو بود کردیم یعنی 2 روز وقتی ما را